و با یک برنامه سازی که حقوق میگیره قاطیش نکنی قربونتون برم. نه به من اجازه میدید آقای شمیرانی؟ بفرمایید صحبت بفرمایید. بله آقای شمیرانی ببینید الان مثلا ما ببینیم که جناب شاهزاده که بسیاری از مردم داخل و خارج از ایران به ایشون علاقه‌مند هستن، اومدن تلویزیون بالا افق ایران رو درست کردن، افتتاح کردن که مختص خودشون باشه. حالا ولی متاسفانه ما می‌بینیم که حالا توی تلویزیون افق ایران جناب شاهزاده از یک شاکله‌ای که همه ما باید از اون حمایت بکنیم که چیزی نیست غیر از پرچم شیر و خورشید از اون استفاده نمی‌کنن جناب شاهزاده. خب چرا اینو به من دارید میگید عزیزم؟ عزیز دل، من از شما سوالی پرسیدم، اجازه بدید ما حرفمون رو کجا بزنیم آقای شمیرانی؟ نه بزنید، اشکالی نداره. ایران هیچ دسترسی بهش نیست، نه ایمیل نه تلفن تماس. چرا تلویزیون اندیشه عزیزم، تلویزیون اندیشه شماره تلفن داره و اون کسانی که اونجا نشستن حداقل اگه جوابگو نباشن صدای شما رو میشنون، با اونجا تماس بگیرید. ببینید وظیفه ما آقای شنیدن ولی متاسفانه هیچ کس اعلام نکرده که الان میرید من با شما تماس گرفتم. خب من چیکار میتونم بکنم براتون؟ اینه که آقای شمیرانی ببخشید، ما هدفمون اینه که این اختلافات برطرف بشه. متاسفانه میبینیم که ما مدیر یک شبکه عزیزم بسیار سپاس. گوش بدید. من ازتون درخواست میکنم به جای اینکه صحبت بکنید گوش بدید. جامعه یک جا احتیاج داره که به جای اینکه صحبت بکنه گوش بده. خوب گوشا رو باز کنید. شما برادران من هستید، شما خواهران من هستید، شما پدران من هستید، شما مادران من هستید. مسلمون و غیر مسلمون هم نداره. پادشاهی و جمهوری هم نمیشناسم. من شمیرانی همه افراد رو بر پایه ایرانی بودنشون قبول میکنم که عشق به ایران، عشق به اون آب و خاک، عشق به پدر و مادر، عشق به تاریخ، عشق به هویت داشته باشند. برای من این مهمه. من این چیزها رو درس میدادم تا به امروز. عزیزانم، هموطنانم، من دارم توضیح میدم. نمیدونم با چه زبانی باید گفت. بسیارانی اشتباه در این رسانه ها کردند و انجام خواهد شد که اینها ضربات فراوانی به آزادی ایران تا به امروز زده. شماها بیشتر از این نزنید. انرژیتون رو اون چیزی که دوست ندارید نگذارید. مثل شخصی که یه موز نمک بزنه بندازه دور، ازش میپرسن چرا این کارو میکنیم؟ یا آقا موز با نمک دوست ندارم. انرژی رو جایی بگذارید که داره کار درست انجام میدین. همینجا سرتون رو بندازید پایین، کار درستی رو که فکر میکنید درسته انجام بدید، به نتیجه میرسید. ببینید در یک مسابقه درسته که باید تجزیه تحلیل کرد، تیم مقابل رو نگاه کرد چه نقطه ضعفایی داره ولی اعتراض بهش نمیکنن. نمیرن به تیم مقابل بگن آقا شما این اختلافات داری، اشتباهات داری. میان خودشون رو درست میکنن، قوی میکنن تا به پیروزی برسن، اون چیزی که میخوان. من از جامعه اینو خواستم. اعتراض دارید، ناراحتید از اون چیزی که داره اتفاق میفته، به جای یاری برسونید که مطمئن هستید داره کار درست انجام میده. اعتراضاتون رو با حمایت از این رسانه که داره کار درست انجام میده رو بپوشونید و جبرانش بکنید. این سیاست درستیه که دارم خدمتتون ارائه میدم. شما اگر کار نادرست یا ناصحیحی دیدید از هر کسی، از هر مقامی، از هر شبکه‌ای که رضایت شما رو در بر نداره، به جای یاری برسونید که صدای شماست، قدرت شماست و اعتراضی هم به بقیه نکنید. اون سنگر رو قوی کنید. این شکل هستش که ما به نتیجه میرسیم. بازم تکرار میکنم، من براتون توضیح میدم، چون در تمام این شبکه ها بیشتر از هر کس دیگه سرمایه زندگیمو گذاشتم صحبت کردم. یعنی رفتم پول دادم، ساعتی 250 دلار پول دادم، صحبت کردم، حرف زدم، تاریخم رو توضیح دادم. هیچ موقع برنامه ساز هیچ رسانه‌ای نبودم، هیچ موقع به استخدام هیچ رسانه‌ای در نیامدم، هیچ موقع از هیچ شخصی پول نگرفتم که بخواد به من پول بده بگه چی بگو چی نگو، به هیچ عنوان. بلکه هم موضع قدرت صحبت کردم. فرق هست بین من فعال سیاسی و یک برنامه سازی که در یک تلویزیون X و Y رو میاره و در رابطه با مسائل سیاسی هم صحبت میکنه، ولی کارها فرق میکنه.
رشته ها فرق میکنه. اینو میخوام جامعه ایرانی بدونه. فرق هست بین آریان وطن خاک خواهری رو از دست داد به خاطر این همه غصه‌ای که خورد، قلب دردی که هر روز گرفته بود، به خاطر رفتن به دادگاه، به خاطر از دست دادن رادیو، از دست دادن تلویزیون، به خاطر حتی شکایتی که از دست بده منزلش رو، زندگیش رو. فرق هست بین افراد. شما نمیتونید این اشخاص رو با مدیر یک تلویزیون دیگه یکی بکنید، بگید همه یکی بشید. نمیشه. مگه میشه؟ شما میتونید از یک نویسنده بخواهید که بیاد یکی بشه با حاجی بازار؟ آخه این چه سوالیه که شما میپرسید. عزیزانم، من از شما ناراحت نیستم. من این چیزهایی رو که دارم براتون توضیح میدم به خاطر اینکه شما رو آگاه بکنم از آن اتفاقی که داره در حال حاضر و در گذشته اتفاق افتاده و امروز هم میفته. شما این دانش رو داشته باشید دیگه ناراحت نمیشید از این نفر که به استخدام یک رسانه در اومده. آقا پولش داره میگیره، داره کار میکنه، ناراحت شده، چرا چکش قطع شده، اشکالی نداره، برید مشکل خودش حل بکنه. ربطی به آزادی ایران، ربطی به مبارزات ملت ایران نداشته و نداره. سرگرم بازی ها نشید. این رو دارم براتون توضیح میدم و امیدوارم از این توضیحات استفاده بکنید، چون ما واقعا جان گذاشتیم تا به امروز برای آزادی ایران. برای رسیدن به آزادی اول باید توضیح بدیم که چه تفاوت‌هایی وجود داشته و داره، ما چه خطی رو دنبال میکنیم، ما چه چیزهایی برامون اولویت داره و مهمه. و اصلا ما در اینجا بازی نداریم که بخوایم خودمون رو سرگرم مشغول بکنیم، ولی یک برنامه ساز میتونه داشته باشه و داره. خب باید اموراتش هر چقدر شما ندیدید حتی در این مجله ها، روزنامه پول میدن یه عکسی رو میخرن که به چاپ برسونن که بتونن بیشتر فروش بکنن، که به هیچ عنوان ربطی به واقعیات زندگی افراد نداشته و نداره. فقط مسائلی است که به وجود میارن برای اینکه وقت بگذرونن. ولی ما در جبهه جنگی، ما وقتی برای گذروندن نداریم. ما هر یک روزی که از دست میدیم هزاران هزار فرزند ایرانی دارن از دست میرن، هزاران روزگار داره عوض میشه. این فرقه، این تفاوته که باید شما درک بکنید. و من اصلا دوست ندارم راجع به فرض این برنامه‌های تلویزیون‌های دیگه صحبت بکنم که برنامه ساز دارن مدیرانشون. دوست ندارید نه نگاه بکنید، تحریم بکنید، فقط به همینجا نگاه بکنید، این راه رو دنبال بکنید، این راه رو قوی بکنید، به نتیجه میرسیم. من به شما قول میدم اگه نگرانی و ناراحتی‌های متفاوت از جای دیگه دارید، به این رسانه، به این سنگر یاری برسونید، ما به نتیجه میرسونیمتون. آن کاری رو انجام میدیم که باید انجام بشه. شاید بعضیا دوست ندارن، میگن آقا من مثلا ماهی $50 میدم، از آقای مثلا شمیرانی خوشم نمیاد. خب این سلیقه شخصیشه. درود بر شما، بفرمایید. آقای شمیرانی. جانم. درود